فلافل در ایران، تند و آتشین. فلافل تو ایران با جنوب گره خورده. آبادان، اهواز و بندرها. غذای ارزون، سریع و مناسب هوای گرم. فلافل ایرانی طعمدارتر شد، تندتر شد و کنار ترشی و سس هویت خودش رو ساخت. امروز فلافل یک غذای جهانیه. وگان‌ها دوستش دارن. دانشجوها هم همینطور و تو خیابون‌های دنیا پیداش می‌کنی. غذایی ساده که دنیا رو دور زده. خلاصه که فلافل فقط غذا نیست، قصه مردمه. قصه مهاجرها و خیابون. قصه کامل فلافل رو در کانال شکمو ببینید. لینکش توی کپشن هست.